به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بازی پایانی مسابقات قهرمانی ملت‌های آسیا و شیمیزو مجددا در منطقه سرویس. توپ امتیاز برای ایران. از منطقه 4 این آفشار حمزه زرینی دریافت رو انجام میده. پیروزپور توپشو میگیرن. خطای تور امتیاز ایران رو به 5 میرسونه. حمزه زرینی یک حرکت از پاسور ژاپنی ها. وادی دریافت در زمین ژاپن، حالا پاس کوتاه، حمایت در زمین ایران. پیروزپور توپشو میگیرن. شیمیزو دریافت در زمین ایران. از منطقه 4 به دنبال توپ، دفاع عقب زمین ژاپن. برگشت توپ به زمین ایران. توپ در زمین ژاپن. از منطقه 4 15 زننده ضربه به توپ بود. یاناگیدا یوشی فومی دریافت در زمین ایران. از منطقه 2 پیروزپور توپشو میگیرن. پاس بلند خیلی با دقت، دریافت توپ از فیاضی. پیروزپور توپش به تور برخورد میکنه. دریافت در زمین ایران. از منطقه 2 پیروزپور توپشو میگیرن. این ضربه با دفاع برگشت داده میشه. توپ در زمین ایران. حالا پاس کوتاه، شریفاد. وادی سرویس خوبی رو میزنه. برگشت توپ به زمین ایران. حالا از منطقه 2 رضا صفایی. سرویس خوب این بازیکن عاملی بود برای کسب امتیاز. این آفشات از شیمیزو. برگشت توپ به زمین ایران. صفایی به صورت جاخالی، حمایت در زمین ژاپن. شیمیزو خیلی خوب از موچش استفاده میکنه. با 25 سال سن دریافت در زمین ایران. برگشت توپ با دفاع روی تور. این ضربه به توپ با حمایت در زمین ژاپن همراهه. حالا از منطقه 4 پوشش در زمین ایران. فیاضی. شیمیزو حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین ایران. از منطقه 2 صفایی توپشو میگیرن. شیمیزو به صورت جاخالی به دنبال توپ. علی حسینی یک حرکت خوب از وادی. دریافت در زمین ایران. از منطقه 2 پیروزپور. ببینید چگونه هماهنگی در دفاع عقب زمین شکل میگیره. این آبشار توپ به خودش برخورد کرد. برگشت توپ به زمین ایران. مجددا پیروزپور سرعت توپ رو دیدید و جاگیری دفاع عقب زمین ژاپن. این آبشار با دریافت علی حسینی همراهه. برگشت توپ با دفاع روی تور. حالا این کار رو انجام میده. دریافت در زمین ایران. برگشت توپ به زمین ژاپن. این آبشار توپ به دفاع برخورد میکنه و به خارج زمین میره. 25-17 ست اول پوانهای دو تیم. حالا سرویس زده میشه. دریافت از حمزه زرینی. حمزه زرینی دفاع میشه. تاکاشی حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین ایران. حالا پاس کوتاه. مسعود غلامی دریافت از زرینی. از منطقه 4 به دنبال توپ، دفاع عقب زمین ژاپن ببینید و برگشت توپ به زمین ایران. وادی پاس بلند. این آبشار با حمایت در زمین ژاپن همراهه. حالا از منطقه 4 با دقت برای ایران. دریافت در زمین ژاپن. از منطقه 4 برگشت توپ با دفاعی رو توپ. حمایت رو دیدید و حالا شیمیزو توپ رو عبور میده. این آبشار با دریافت در زمین ژاپن همراهه. حالا به صورت دوبله وسط. کار خوب مصطفی شریفاد. هیدامی دریافت در زمین ایران به خوبی انجام میگیره. برگشت توپ با دفاع روی تور. شریفاد. این آبشار برگشت داده میشه. پاسر ژاپن حالا سرویسشو میزنه. دریافت به خوبی انجام میگیره. از منطقه 4 برگشت توپ آماده برای تبدیل این توپ به یک امتیاز.
و حرکت شریفات. دریافت در زمین ژاپن به خوبی انجام نمیگیره. سرویس خوبی زده شد. حمایت در زمین ایران. این آبشار برگشت داده میشه. وادی در جدال روی توپ. هماهنگی دفاع عقب زمین رو دیدی و شیمیزو توپشو میگیرن از منطقه 4. حمزه زرینی به زیر توپ میزنه. حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین ژاپن. پاس کوتاه. حمایت از حسینی. این آبشار از داوودی توپشو میگیرن. شیمیزو. حسینی به توپ نمیرسه. فیاضی دریافت در زمین ژاپن به خوبی انجام نمیگیره. شیمیزو. سرویس زده میشه. دریافت در زمین ایران. این ضربه به توپ از رحمان داوودی. مصطفی شریفات دریافت در زمین ژاپن. پاس کوتاه. این بار موفق. تاکاشی امتیاز 25 رو ژاپن در ست دوم به دست بیاره. 2 ست تا به اینجا برده و حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین ژاپن. سرویس خوبی هم میزنه. به خوبی انجام نمیگیره. این آبشار به صورت جاخالی. وادی توپ رو میگیره. این آبشار توپ به دفاع برخورد میکنه و به خارج زمین میره. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون که این صحنه رو به تصویر میکشن. سرویس خوب وادی رو دیدیم و این آبشار از منطقه 4. غلامی دریافت در زمین ژاپن از منطقه 4 به دنبال توپ. رحمان داوودی. این آبشار دفاع عقب زمین ما جایی که رحمان داوودی قرار داشت. وادی و فیاضی در کنارش. دریافت در زمین ژاپن. شیمیزو دفاع میشه. حمایت در زمین ژاپن. به دنبال توپ رحمان داوودی. برگشت توپ. کار خوب پوریا فیاضی. دریافت در زمین ژاپن. این ضربه به توپ. حالا شیمیزو بیرون زمینه. کار خوب پیروتپور. 22-16. حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین ایران از منطقه 2. پیروتپور توپش به خارج زمین میره. سرویس خوبی رو میزنه پیروتپور. این ضربه به توپ با حمایت در زمین ایران همراهه. حالا پیروتپور بازیکنی که میتونیم بگیم امتیاز آورترین بوده. دریافت در زمین ژاپن. این ضربه به توپ. حمایت در زمین ایران. رحمان داوودی. ایران به امتیاز 25 میرسه. 25-18. ست سوم رو ایران به نام خودش ثبت میکنه. حالا سرویس رو میزنه. دریافت در زمین ایران به خوبی انجام نمیگیره. پیروتپور توپ رو عبور میده. توپ در زمین ژاپن. شیمیزو. حالا سرویس رو میزنه. دریافت در زمین ایران به خوبی انجام میگیره از منطقه 4. وادی تمام صحنه ها رو با دوربین های متعددی که در اختیار دارن به تصویر میکشن. شیمیزو. حمایت در زمین ایران. پوریا فیاضی توپشو میگیرن. برگشت توپ به منطقه 1. حالا داوودی حمایت رو انجام داد و پیروتپور به این قائله خاتمه میده. یک لحظه هم ایران رو تنها نذاشتن. این آبشار به صورت جاخالی. حمایت در زمین ژاپن. برگشت توپ به زمین ایران. پاس کوتاه. برگشت توپ. پوشش مناسب در زمین ایران. فیاضی توپشو میگیرن. چه نقشه ای. این آبشار توپ به خارج زمین میره. مجدداً دریافت در زمین ایران. یک حرکت از وادی. توپشو برگشت میدن. وادی توپشو میگیرن. شیمیزو توپشو در زمین ایران میخوابونه. وادی توپ اولش که رد کرد توپشو برگشت دادن. دریافت در زمین ایران از منطقه 4. حمایت در زمین ژاپن. برگشت توپ به زمین ایران. پاس بلند. این آبشار توپ به خارج زمین میره. خب داور دوم خطای تور اعلام میکنه.
و پیروتپور حالا سرویسو میزنه، دریافت خوبی انجام نمیگیره. شیمیزو دریافت از علی حسینی، این آبشار. رحمان داوودی، تیمی که در لیگ جهانی بازی کرد باید در مسابقات جام جهانی حضور پیدا کنه. شیمیزو در دفاع روی توپ به دستش برخورد میکنه و به خارج زمین میره. حالا سرویسو میزنه، دریافت در زمین ژاپن، پاس کوتاه، حمایت در زمین ایران از غلامی. این ضربه به توپ به دفاع برخورد میکنه. فیاضی و غلامی. حالا سرویسو میزنه، دریافت در زمین ژاپن از منطقه 4، توپ به دفاع برخورد میکنه و به خارج زمین میره. امتیاز 24 برای ژاپن. حالا سرویسو میزنه، دریافت در زمین ایران از منطقه 4، پوریا فیاضی منطقه 4 زمین ژاپن رو هدف قرار میده. این بازیکن وادی، پاسور ایران، دریافت در زمین ژاپن. شیمیزو امتیاز 25 رو برای ژاپن به دست میاره و این ست با حساب 25-22 به نام ژاپن ثبت میشه.